حالا به میدان محصلین کافدره حربی دانشگاه ملی تاجیکستان وارد شدند. در برابر دسته های کافدره حربی دانشگاه ملی تاجیکستان همزمان در این پرد حربی استادان و دانش‌اندوزان اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دانشگاه دولتی تجارتی تاجیکستان نیز شرکت فعالانه می‌نمایند. در کافدره حربی دانشگاه ملی تاجیکستان از روی 5 اختصاص نظامی از جمله کماندیر وزواد سواره تیرانداز در ماشین‌های زیر پوش، معاونان کماندیر رات آید به کارهای سیاسی تربیوی، کماندیران وزواد رادیو علاقه، کماندیران وزواد محافظتی کیمیاوی و به حیث ترجمان‌های حربی افسران احتیاطی آماده می‌نمایند. امروز در کافدره حربی جهت در سطح ضروری برای ماندن سطح و صفت تعلیم و تربیت دانشجویان تمام شرایط ضروری فراهم آورده شده است. ختم کنندگان کافدره حربی بعد پوره به اتمام رسانیدن برنامه‌های تعلیمی عهدهدارند که خدمت حتمی حربی را در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان به مهلت 12 ماه ادا نمایند و بعد ادای خدمت حتمی عسکری آنها با رتبه حربی لیتنانت خرد احتیاطی سرفراز گردانیده می شوند. عین حال در کافدره دانشگاه ملی تاجیکستان نزدیک 30,000 نفر دانشجو تحصیل علم نظامی می نمایند. یکی از دستاوردهای اساسی و بزرگ جوانان در زمان استقلال دولتی این توجه پدرانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نسبت به نسل سازنده کشور به حساب می رود. به حکمت هم نیست که نسل جوان کشور سرور دولت را پیشوای جوان پرور عنوان می کنند و جمهوری تاجیکستان در میان مملکت‌های اتحاد دولت‌های مستقل نخستین کشور است که قانون درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان را قبول نموده است. جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده، سزاوارند بر امروز و بر فردای آینده، با علم و با عمل در زندگانی عاقل و دانا، فداکارند در آبادی این ملک پاینده. شرفمندند با دانش و با رفتار ارزنده، توانایند با کردار و با پیندار ارزنده، سخنگوی و سخندانند در تالار و محفل‌ها، به منبرها سخندانند با گفتار ارزنده.